من باید به کنسول میرفتم. در اینجا چیکار میکنیم آخر؟ این را ابله میگویند. ببین من چه کار میکنم. حالا ما زندم بیاموز. اومدیم دختر خطایی رو بهم آخر ابله برای چی است؟ دوستم حالا ما به داخل میدراییم. تو در قفا مرا حمایه کن و ببین من چه کار میکنم. خوب دوستم؟ سلام زنگی سیاه. سلام. این تماکوست؟ بله تماکوست. برای استفاده بردن این کاغذ دکتر داری؟ بندانه دارد؟ بله دارم. من باید تو رو من مجبور میشم تو رو به محبس برم. تو کاغذ دارو در کجاست؟ نمیدونم. یک فکر کن در کجاست؟ نمیدونم آخه. تو رو به مجبور میکنی مرا به محبس برم تو رو. برای چی؟ کاغذ دکتر نداری آخی. تو گوش کن. ممکن نیست تو را کشیدن این را. به من ده. نه. سلام زنگی سیاه. در رکشو. همه سلاح ها را به زمین ماند. بازیچه ها را به زمین ماند. گفتم بازیچه ها را به زمین ماند. به زمین ماند. کودک کجاست؟ چه خیلی کودک؟ دخترچه اختایی. اختایی رو من از کجا میدونم؟ میدانی؟ در کجاست دختر؟ چه خیلی گوش کن آخر تو. دختر در کجاست میگم؟ در کجاست دختر؟ لی تو به بیرون برو. به بیرون برو. من به شما سوال دارم. لی به بیرون برو. گفتم مرا در بیرون حمایه کن. به بیرون برو. تیز باش. تیز. به بیرون. سلام دادرم. باور کن. بیا نزدیک بیا دادرم. تو این خیلی نکن آخه مرا ترسوندی. مرا در حیرت موندی. چیکار میکنی آخه؟ دوستم من میدونم که تو اینجا جایی. خیلی تو برای چی اومدی؟ دوستم من میدونم اینجا جای یراقای توست. تو در اینجا یراق میفروشی. بگو بر من اینجا یک آدم را من کفتن نمیدونم اومدم. تو چی میگوی آخه؟ یک آدم را کفتن اومدم دوستم. بگو بر من در کجاست او؟ در کجا است؟ گوش کن. به من گوش کن. یک بچه دانا است. بوی با دولت است. در همینجا زندگی میکنه. ملتش چی است؟ نمیدونم آخه دما یکم چی نخریده است. دادرم در کجاست او میگم؟